акай Умар, шумо магар сурмаро аз даст додан мехоҳед? охир шумо ки ӯро дӯст медоред, сурмаро аз даст надодан якчанд қадам монданатон кофист. акай Умар, апамро наҷот диҳед. рафтем охир. аз рафташ дер мондам. бубахшед, шуморо нороҳат кардам. ака наравед, апа илтимос ӯро нигоҳ дор. умар. عاشق آتش در همه خرمن زند، اره بر فرقش نهند تن در زند. درد و خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را. عشق سوی کائنات آمد مدام، نیست مردی عشق به دردی تمام. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خور نیست. هر انسان در حیات خود با عشق آشنا می شود. عشق آتشی است که به او داده شده است. بعضی ها با این عشق خودشان را می سوزند. قدر این آتشی خدا داد را نمی دانند یا نمی فهمند. بعضی ها باشند این عشق را چطور استفاده بردن را می دانند. با آتش او پخته می گردند، خامیشان می رود. همین گونه می شود که در دلش عشق به آخر را می بیند. به مانند مولانا از عشق نور می گیرند و همه آدم ها نور عشق را تقسیم می کنند. من گریختن نمی خواستم. من رو ببخشید. می رویم. رفتیم. تشنه و کژدم شد اکنون شد. حتی اگر خواهرم باشیم به این کودک ها هیچ کس ضرر نمی رساند. آپا گناهگار شما هستید. خدای توبه، کاری کرده این رو بینیده؟ در خانه مهمان نامزدش نشسته است. او باشد در اینجا با چی کار مشغول است؟ ای بس دخترم، کنی از جایت خیز. خدایا من چی کار کردم؟ من چی کار کردم؟ کنی بس کن دخترم، کودک بازی رو بس کن. اگر پدرت شنود احوالت بد می شود. به خود بیا، به خود بیا سرما، میفهمی؟ کنی رفتیم؟
سرمه رو مانو فکر خودت رو کن. حالا معلوم نه که از دست من چخیل خلاص میشوی. گوش کن صدری، منو به غضب نار. دلسوزی این خیل نمی شود. بحران اقتصادی است. کاری من چه که او کودک دارد. با او گوی که پگا بکار نآید، بکار نآید. خیریت سغورته نکردم. صدیقه تو چیکار میکنی؟ حقی آدم رو میخوری، خیلی میخوری. باردار نشو صدیقه، چیکار کردنم رو میدونم. اگر کارهای کردت رو میدونی همه اینها نمیشدن. عمر رو هم بدبخت کردیم، سوزوندیم. بیچاره سنم رو نجات میدیم. گفته سرمه رو از دست داد، اکنون سرمه به دیگر کس نامزد میشود. اوه عمر، این نیکی هایت رو چخیل برگردونیم. مگیر ایشیل کجا شد؟ آخر زود میآیم گفته بود. تلفنش هم جواب نمیدهد. انشالله هیچگاه نمیآید. فکر میکنم من آخش صدری را کم کنم یا که پیش کنم. چکلی که میگویم بحران بهانه، از کار پیش کردن شاهانه. از تو شرم میکنم. اکنون جزایت رو میبینی ایشیل. دیگر بچه ها رو نمیرنجانی. بردار تلفنت رو، بردار. حالا ایست فکرت، از کاری کردت پشیمون میشوی. علیا کلینم، دیگر این خیل کلین رو از کجا مییابم؟ علیا این قدر سراسی ما هستید؟ بی اخلاق. دفشم از اینجا. علیا سرد میکشم. گوشم فکر میکنم از آمدن رویو تماما دیگر خیل شده ای. نه اپا نه. هنوز در یادم هست با رویو هیچ وقت جدا نمیشدید. همه وقت با یک دیگر دویده بازی میکردید. چقدر بچه بی طاقت بودی. همون وقت دویده از اون بلندی افتیدی. کاش که نمی افتیدی. گوش میکنم. لبای حلیمه. نخود چی گویم مبارک شود. مادر جون بخیر است؟ عمری بدبختی من. سرمه با تیمور نامزد شدن. آخر چه خیل میتواند سرمه با بخت خودش این خیل بازی کند؟ حیاتی سرمه است پسرم. قراری وی است. لیکن این عشقی دیرین است. میترسم که وی این کار را از یک روی کرده است. میترسم که وی خوشبخت نمی شود. من یک دارو خورم خوب می شود. مادر جان
من میکشویم. ایشیل کجاست؟ تو با او چیکار کردی؟ از تو میپرسم. یک نفر ما زیادی است. این را تو هم فهمیدی. حیات است. باید به من کاردار نمیشدی اپای جمیله. علیا، گابزن ایشیل در کجاست؟ با او کاردار نشو. فکرت او رو به حالش گذار، وگرنه چیکار میکنی؟ تو به این احوالات چیکار میکنی؟ چی از جهت خسته اپاد را محافظت کرده میتوانی؟ کنی از جهت خسته مرا نگاه دار؟ کنی خدمت رو بینم؟ خسته میتوانی ها؟ گابزن ایشیل در کجاست؟ سردیه نرو. او چیکار کرده؟ ایشیل در کجاست؟ نورد از اینجا. سربت از اینجا. سربت ایستا بس. فکرت سروت، پسرم من به پسرم نرس. هیچ کس در کجا بودن آن زن را نمیداند. رو از کجایی که یافتی همان جای را بین. چشمانی تو کور شدن. کاش که خدا چشمانت را گشاید و جزای کارهای کردت را بینی. دیگر به این خانه قدمت را نگذار. فهمیدی؟ الو ایشیل، تو در کجایی؟ ایشیل گابزن. فکرت به من کمک کن. اپای جمیله دیوانه شده است. مرا کشتنی بود. از او بزور خلاص یافتم. قریب میمردم. ایشیل باز تو در کجایی؟ گابزن آخر در کجایی؟ امشب از همه شب خوشبخت‌ترین حیات من است. دخترم از هیجان چی گفتنش رو نمیدوند. همین ترانه سرمه. شب خوش. تا باز دید. شبی خوش. با شما هم شب خوش مادر جان. شبی خوش پسرکم. شبی خوش. رفتیم. اپا چی شد؟ خوبم. خدایا دخترم از خرسندی قریب از هوش رود. شما چی ها میگویید؟ کنی به خانه درآیید زودتر. ایشیل حالت خوب است؟ اپای جمیلم در حقیقت دیوانه شده است. برای با تو خانه دار نشدنم دیدی چیکار کرد. احوالم را بین. قریب مرا میکشت. او در کجاست؟ نمیدانم. وقتی که به خود آمدم نیست. بیا از اینجا رفتیم ایشیل. همش خوب میشود. پگاه نیکو میکنیم. رفتیم. من هم میخوام لباسی عروسی پوشم. البته جانم، غم نخوری، لباسی عروسی هم میپوشی. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالاگراما ندارند صفت پست داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسک های گالاگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت
дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбаки яъне бегалаграмаро дидед бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед. маркази продюсерии ҳамсадо тақдим мекунад. бори аввал дар тоҷикистон узмуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ кохи борбад 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косао биёр. очай бикавазика кайфулову мастуло арабшо компания рафтем так точно. ровии маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид суруди ҳаҷвӣ саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз $1 сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28. Zamansız ayrılığın söyle bu kaçıncı hüzün şimdi sızlar yüreğim ah yine de söyleyemem sensizim yanıyor yüreğim bugün ayrılık yine görmedim. Kalbim alev alev yar yanlar için bilmem giderken sızlamaz mı için git diyemem kal diyemem sevdiceğim sensizim. Oysta, oysta.
زود او را به داخل درآورید. احتیاط کنید. آهسته. نجنبونید، شاید یگان جایش شکسته باشد. زود باشید، زود باشید. احتیاط شوید. آهسته. اشل 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 لابای اشل انا ببین این برای من تو چی آوردم نگاه کن. تشکری زیاد فکرت. تشکر. لباسی عروسی بود است، همینش نمیرسید. مادر چی شد؟ پسرم چه لازم بود لباس عروسی؟ آخر این خیلی قیمت نیستند در این وقت و زمان که صدر رو محکم تر دار. اگر خوی با آنها اهمیت نده. این لباس عروسی از تو است. کنی یک پوش ببینم با تو میسیباد یا نه؟ بپوش. سلام سرما. چی گپ شد؟ وای اپای جمیله بیچاره راستی بافتیده است. خیریت او رو یک کس دیده به اینجا آورده است. او خیلی زنی خوب است، با کسی ضررش نمی رسید. خدا نکند و با او یگان واقعه شود. حاضر او در کجاست؟ عمر او را معاینه می کند. اپای جمیله شفا میابید. باید نگاه رو مانع شوم عمر. به من فکرت رو پیدا کن. زود فکرت رو پیدا کن. فکرت رو؟ او رو چیکار میکنید؟ او رو پیدا کرده بیار. مایلش آروم شوید اپا. فکرت بگو به من میزیبد؟ چقدر زیبا شده ای. تشکر فکرت. تو رو خوشبخت میکنم. انا میبینی. الو لبای عمر چی گفتی؟ خانم جمیله در بیمارخانه است؟ با من چی داشته است؟ و از من چی میخواهد؟ مهم است؟ میلش میایم. جونکم نرو به نیکو دیر نکنی. تا نیکو وقت بسیار است. رفته بر میگردم. خدایا فکرت ویزن دیوانه است. عمر گفت که خیلی مهم است. من باید روم. من هم با تو میروم. نه جانم تو آماده شو وگرنه دیر میکنیم. من زود بر میگردم. خدایا نمرده است. الو من او زنده است. در بیمارخانه بوده است. فکرت آنجا رفت. او را نگاه داشته نتوانستم. باید یگان کار کنیم. بله دوگانه خانه دار میشوم. می آمدی خوب میشد. خیلی خرسند میشدم. جمیله به فکرت چی میگفته باشد؟ ایشین هم ترسید. در اینجا چیزی هست. من خودم رفته با جمیله گپ میزنم. خودم گپ میزنم.
وای در کشاده بود. تو گفته بودی که آن کسی که به تو عزیز است به من هم باید عزیز باشد. بنابراین او را خبر گرفتن خواستم. خدا شفا دهد. اپای جمیله را خیلی دوست داشتم. انسان خیلی خوب است. میخواهم همه خراجاتهاش را به عهده گیرم. شما به همه دستی کمک دراز میکنید آقای تیمور. من بسیار آدم رحمدلم. اکنون دیگر با من شما گفته گپ نزن. آخر ما اکنون نامزدیم. نامزد بودن معنای به هم نزدیک بودن رو نمیدهد آقای تیمور. باید کمی صبر کنیم. شما ما رو فهمیدید آقای تیمور؟ برای چی مرا جیغ زدی؟ چی شد؟ در نزد بیمار زیاد ایستادن ممکن نیست. بیایید برایم. آقای تیمور رفتیم. اپای جمیله شما رو گوش میکنم. ببخش سرمه، برای کار زنگ میزنند. تو به اتاق خود را، من کمی پس میآیم. الو، تو چه خیل به این آدم اجازت میدهی؟ چه خیل باز نتوانستم؟ آخر من به تو پلیس یاد میدهم، میفهمی؟ تو باید کارت را خوب به انجام رسانی. با وی خانه دور نشو فکرت. وی شیطان است. از تو نقشه های پنهانی دارد. خیلی خطرناک است. با وی خانه دور نشو. مرا برای همین جیغ زده. با من گوش کن. ایشیل دختری تقویه می شود. او را از خوردیش می شناسم. چه زنی بد بودنش رو می دانم. پدر و مادرش از غم او مردند. او را از راه بد برگرداندن خواستند، لیکن نتوانستند. او مرا ترساند. از تهدیدهای او ترسیده به کسی درباره او چیزی نمی گفتم. به من باور کن. وی هم تو را هم اولاد رو نابود می کند. به خدا قسم مرا به این حال او گرفتار کرد. دیگر به ایشیل کردار نشوید، فهمو؟ وی زنی بد نیست. شما باشید فرزندان مرا گریزانده. چی شما دیوانه شده؟ بهوده وقتی مرا نگیرید. وی مرا به این احوال دچار کرد. مرا از تپه تیله دوتا کشتن خواست. اوف شد اکنون اپا. من وقتی گوش کردن سلسله‌های شما را ندارم. فکرت با کارهای شخصی تو کردار نیستم، لیکن با گفته‌های اپای جمیله باور میکنم. او در حقیقت با کسی جنجال کرده است و او اپای جمیله را از بالای تپه تیله داده است. در بدن او ایزی ضربه است. من باید این را با پلیس خبر دهم. چرا با حیات شخصی من کردار میشوید؟ این زن دیوانه است. من قرارمو دادم. این تهمت‌های شما مرا از ایشیل هیچگاه جدا کردن نمیتواند. این مادرم از تو خواهش کرد که این گپا رو با من گویی. این زن قریب ایشیل رو میکشت. ایچ این زنی شیطان رو جادو کرده است. خیر شد اکنون من حل میکنم، لیکن دیگر خطاگی نمیکنی. زودتر با او نکاح کن. بعد چیکار کردنت را با تو میگویم. با عقل خودت کار نکن، همه را ویران میکنی. دیگر از نقشه کشیده من بیرون نمیبرای، فهمیدی؟ چی شد؟ وی دیوانه چی ها گفت؟
باور نکردی همین طور نفکر با اون زنی دیوانه باور نکردی تو زیغ نشو او دیوانه است دیوانه سفسطه میگوید شاید یکم کس او را بر ضد ما تیار کرده باشند میخواهند که ما را از هم دیگر جدا کنند لیکن نمیتوانند مادرم در کجایند نمیدونم بعد از برآمدن تو اون کس رو ندیدم با کجا رفته باشند янга сидиқа ба назди ҷамила омадам хостам аз аҳволаш хабар гирам писар шукри худо хуб аст даромада гап занед ман меравам умар писарам санамро ман ҳам ба наздаш рафтаниам имрӯз мурофиа мешавад пеш аз рафтан ӯро бинам гуфтам шумо ғам нахӯред ӯро танҳо намегузорам ташаккур ташаккур оҳ писарам خدا شفا دهد جمیله چی شد با تو؟ دیوانه گفته هیچ کس به من باور نمی کند هیچ نباشه تو باور کن صدیقه ایشیل سری بچت رو می خورد رفته به نیکو مانع شو تو مادرش هستی به این در طاقت نداری عقل من در جایش زود رو همهش رو با چشم خود دیدم وای خیلی زنی بد است برای پول به فکرت خانه دار می شود من به تو باور می کنم جمیله باور می کنم حاضر زود رفته به نیکو مانع می شوم مانع می شوم جمیله عمر оғои маъмур иҷозат медиҳед марҳамат عمر ғам нахӯр майлаш санам ҳимоят чӣ гирифтам далелҳо ба фоидаи мост иншоалло халос меёбӣ ман ҳам мурофиа меравам ҳамамон дар он ҷо ҳастем натарс майлаш майлаш хуб рафтем آماده هستی؟ کاش که پدر و مادرت هم می آمدند فکر نکن آنها بی‌سوادند آهسته آهسته عادت میکنند من تو را دوست می‌دارم فکرت ایستا پسرم فکرت برگرد من باید مانع شوم باید مانع شوم سلام یعقوب سلام رویا خوش با مکتب عادت کردی؟ بله خیلی دوست داشتم سالها چقدر زود میگذرند همین طور نه؟ بله ما هم به مانند آنها هم وقت میدویدیم بله در یاد داری؟ وقتی از محل رفتنم با تو خیر و خوش نکرده بودم تو رو خیلی انتظار شدم که میویی اما تو ناآمدی جدایی خیلی وزنین است تو این رو میفهمی آن وقت چقدر غم خورده بودم با فکرم تو به من گل آوردنی بودی وای آوردم لیکن تو رفته بودی من دیر موندم اگر میفهمیدم البته انتظار میشدم اپای علی هم نیستند؟ برای چی اومده باشند؟ اپا چی شد؟ نرگیز دفترش رو فراموش کرده است همون رو آوردم خودتون میفهمید کودک همین است با درون دروی دپا درو توخی معلم ها چای می نوشیم غمگین است اپا میدونی یعقوب امروز آنها نکاح میکنند صبر کنید اپا با کسی که چشمش کور است و شنیدن نمیخواهد گپ زدن چی فایده
شما تنهایید؟ شاهدایتون کجاست؟ پیدا نکردیم آقای مامور. آقای علی، خانم نوران، خیر چی کار کنیم؟ شاهده ها هم از طرف ما میشوند. مرحمت شینید. فکرت ایستو. با تو گپ دارم پسرم با تو گپ دارم پسرم. میدونی چی؟ میدونی پسرم؟ فکرت حاضر وقتی این است. ببین ما رو انتظارند. بعد از نکاح گپ میزنید. مادر بعدن مایلش. مرحمت آقای مامور، مرحمت. شما کارتون رو دوام دید. تا مرا گوش نکنی این نکاح نمیشود. با اجازت. سرما عمر، زندگی خیلی عجیب بود است عمر. با هم خیلی نزدیک بودیم. اکنون در درون نزدیکی از هم دیگر دوری می جوییم. حتی وقتی که به هم روبرو می شویم چی گفتنمون رو نمیدونیم. تو دردی من رو فهمیده می توانی عمر. اکنون فهمیدی که وقتی که تو رو ترک می کنند چقدر دردناک است. پسرم عقلت رو کار فرما. میدونی جمیله درباره این زن چی گپ گفت؟ مادر بس کنید. اینها رو من گوش کردن نمیخوام. من اپای جمیله رو گوش کردم. معلوم که وی دیوانه است. جمیله دیوانه است. من شما رو میفهمم، لیکن ایشیل این خیل زن نیست. ای ابله گوش کن. خودت رو نسوزان. از این نکاح دست کش. مادر مرا ساکت. مادر مرا ببخشید مادر. مرا ببخشید مادر. سرده چقدر زود فراموش کردید که آن زن دیوانه قریب نبیره‌هایتان را میکشت. اگر او را نمیافتید شاید نبیره‌هایتان را دیگر نمیدیدید. شاید آنها را میکشت. ایشیل راست میگوید مادر. اوه پسرم، من چیکار کنم؟ تو قرارت را داده ای. این زن از حاضر تو را زیر دست گرفته است. من دیگر چی گویم؟ خدا مددگارت. گریه کن. شرم نکن از گریه کردن کاری مردها است. آقای دکتر، کسی سیر در دلش داشته میتواند گریه کردن را میداند. تو را انتظار بودم. گذر شین. شنیدم که بلبل گل را عذاب میدهد، لیکن در اصل این خیل نیست. تو حکایه گل و بلبل را میدانی آقای دکتر؟ پدرم آمد. پدر جانم آمد. پسرم سرمت تو چرا نرفتوندی؟ اتفاقا چرا نرفتوندی؟ بس کنید.
تو چی کار میکنی؟ ایانا بطر سرم سروت چرا پسری مرا میزنی؟ پسر شما تماما به ادب است. شما با او تربیت درست نداده. سردی دارم مادر جون سردی. تمام آروم شو سرم آروم شو سروت. بیا پسرم میرم. بعضی قصه ها هست که اصلش را خدا میداند حقیقت است یا نه. هیچ کس دقیق نمیداند، لیکن مهمش معنایش را چطور بیان کردن می باشد. انا میخواد یکی کاریه. گل در دیگر باغ، بلبل در دیگر باغ بوده است. بلبل از گل جدا بود، نمیدانست که صدایش می سوزاند. زیبا است، خوانده نمیتواند. صدایش را به بیرون برآورده نمیتواند. یک زمان، یک وقت راهش از نزد گل میگذرد. میبیند که در پیشش گل است. یکی باطینش میلرزد، دلش میزند، زبانش گشاده میشود. عشقی میسوزاند کو سوختن سر میشود. گل به بلبل عاشق میشود، زبانش همان روز گشاده میشود. لیکن امتحان اساسی بعد از همان روز سر میشود. گل عاشق بلبل است کو چشم عاشق کور میشده است. مسافه را نگاه نکنی، عشق میسوزاند. برای همین وقتی که بلبل گل را دیدم مست شده است، همین قدر خود را گم کرده است که خود را به سوی گل پرتافته است. لیکن از شدت عشق خارهای گل را ندیده است. خارها آمده به قلب عاشق میخلد و گل پژمرده و بلبل مرده است. یعنی تقدیر گل بلبل را کشتن و تقدیر بلبل مردن بوده است. این خیلی می شود مادر. گل برای صدای بلبل را برآوردن، بلبل برای گل آوازی بلند کردن. لیکن به یک شرط، بلبل به گل، گل به بلبل محتاج بود. لیکن باز یک حکمت، چه خیلی که آتش برای انسان بد است، اگر خود را به آتش پرتایی تو را به چه حال می آرد؟ همین قدر می سوزاند که. گوش کن، شما ها زیر مسافه جدایی را می گذرانید. باید گل و بلبل می شدید. مسافه نزدیک شد، پرده درید. این خیلی شود زاغ ها خرسند می شوند کو؟ گناهگار زاغ است یا اینکه نفری که زاغ را به گلزار دعوت کرده است؟ اکنون زاغ به باغ در آمد. یگان زاغ اگر باغ تازه باشد نمی در آید. کدام باغی تازه الکی افلاس شده است؟ کسی که در محور حقیقت ماند همه وقت درست می ماند. بعضا برد شود هم، لیکن در آخر برگشت باز خوب می شود. ما آخری کار رو دیدیم امک قربان. به جان بلبل خار در آید، لیکن جان از بدن نبراید. بلبل چشمش را کشاده گل را بیند چیکار می کند؟ به گل نگاه کرده لال می ماند یا زبانش کشاده شده می سراید. امک قربان، چیزی که نگویم جوابتون تیار است. گل به بلبل، بلبل به گل عاشق است. برای همین فریاد می کنم. بچه‌ها ماشینی داماد و عروس رفتن پیشش را ببنده. سروت اصلا نگاه کنه ماشینی داماد و عروس دید ما امروخش رو ببنده. به من دید شما را گذاشتن نمیمونه. به من دید اکا جان، به من نه، به من دید، به من دید اکا. اجازه بدید که برو. اکا جان براره ده شما براره دخترم است اکا جان. اکا کم است، به من دید. مادر جان وای پدرم بوده است. خوب مایلش باشه من سر بیرون مادری. مایلش باشه. خوب باشه. یک طرفیست. ثروت؟ با شما نفرت دارم. مرا پسرم نگویه. شما دیگر پدری من نیسته. شما ما را فکر نکرده. شما دیگر پدری من نیسته. شما دیگر پدری من نیسته. زودتر از اینجا رویم.
توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشه. خورشید جان ایش چیز زیغ نشو پسرم، همه‌اش میگذرد. فکرت ببخش. مهم نیست. به این هم همین خیل میشد. برعکس من از تو بخشش پرسیدنیم. این خیل شدنش رو نمیخواستم. دستتون رو ببوسم. صدقه. مادر جان. لطه. صدقه. من به این چطور رو داد میکنم هوشی. فکرت خانهش رو بیرون کرد. سنم خلاص شود و به خانهش برگردد. عمر غم نخور سنم، خلاص میوبی. سنم دخترم، دختر جانم. سنم همش خوب میشود. غم نخور. مرحمت به جایهای خود گذارید. مرافعه رو آغاز بکنیم. از این طرف گذارید. نشینید. مرافعه رو آغاز میکنیم. تشکر. تشکر. میتوانید روید. خوب هستی دپای جمیله؟ دخترم و یادم به تو کی میشود؟ در نزد تو چیکار میکند؟ نام زدم. نام زدت؟ خدایا. آه دخترم، دختری زیبایی تو خودت رو سوزاندی. حیف شدی. چطور به دام این به انصاف افتادی؟ درباره تیمور یکون چیز میدانید؟ آقای سولیا، زیر حمایتچی من معلم است. قبلا سود نشده است. دلیل های اثبات شده در نزدتان. پلیس را اون نپرانده است. بازپرسی کردم، بیگناه برآمد. سبب از پلیس گریختنش باشد. از ترس بود. به شما عرض میکنم که دلیل ها را به اینابت گرفته او را آزاد کنید تا وظیفه معلمیش را دوام داده تواند.
گوش کنید. دخترم بیگناه است. وای حتی مورچه را آزار نمیدی. حتی این خیل دختر نیست. خاموش. ینگا آروم شوید. فراموش نکنید که در مرافی هستید. در جایتان نشینید. اگر یک باری دیگر تکرار کنید شما را از در بیرون میکنم. مادر جان آروم شوید. مایلش. تو چی میگوی دخترم؟ کنی تو حادثه را نقل کن ما شنویم. من گپ زن دخترم. یعنی او رو تو کشتی؟ نه مادر جان نکشته. ینگا او بیگناه است. بس سنم این خیل دختر نیست. من مادری او هستم. دخترم را نقص میدانم. دختری من بیگناه است. به من گوش کنه. دخترم گناه ندارد. او کسی را نکشته است. من خراجات بیمارخانه را سپردم اپای جمیله. اکنون شما باید زودتر شفا یابید. خدا از تو راضی باشد. من کمی کار دارم. بدتر به نزدتون میدرویم. شما چرا دیدید که اینقدر خرسند شدید اپای جمیله؟ نامزدم غمخواری کسی که باشد آن را عزیز میدانم. دختر چی شد؟ شما چی میخواهید اپای جمیله؟ اگر هر چی خواهید با من گپ زنید من حل میکنم. البته حل میکنم. دختر خانم نرم التماس. آقای تیمور التماس همشیره رو جیغ زنید. چی شد اپا؟ یکون جاتون درد میکند. بعد تیر از سلاح بر اومد. من اول فکر کردم که من رو پروندند. لیکن وقتی که وای افتید گریختن از چی؟ برای چی از پلیس گریختی؟ وای زن آقای سودیا به خدا همش از برای او شد. وای باشد برعکس میگوید. در بیاناتی دادهش تو را گناهگار میکند. با این چی میگویی؟ دروغ است. همش دروغ است. وقتی که ماشینمون چپه شد از اون پلیس سلاحش رو گرفته پلیس رو پروند. من ترسیده بودم. من رو مجبور کرد که گریزم. میشین دخترم میشین. گوش کنید. برای دلیل ها را دیده برآمدن دادگاه قرار میبرد. در مهلت 1 هفته گمانبر شده موقتا در حبس نگاه داشته می شود. مرافعه را پس از 1 هفته دوام می دهید. من بیگناهم آقای سودیا. باور کنه داخل من بیگناهم. من رو نکشتم. التماس میکنم به من باور کنه. من به هم شیشتن نمیخوام. من رو سرده داخل. من حبس شدن نمیخوام. التماس به من باور کنه. عمر با آنها فهمان آخر من بیگناه. صبر کن سنا. در هر دو حادثه ها گناه ندارم میگویی. ما هم باوری داریم که تو گناه نداری. انشاءالله آزاد میشوی. سنا مادر جون. سنا دخترم سنا. ینگا بس. دختری بس شد، تمام. زیبایم سنا. زودتر به اینجا بیا و کاری کردت را خودت حل کن. کارها بدتر می شوند. من تو رو انتخاب کردم که به سرم بلا بیاری. خودت حل کن کار را. در حقیقت یک زنی بیچاره بوده است. وای چی میخواسته باشد اگر از دست من یگان کاری بیاید؟ نه، تنها میخواهد که از شما احتیاط شوم. از چیزی خواطر است. با من هم گفت که از تو احتیاط شوم. زنی بیچاره کودکی اپای علی رو فرزند خود گمان کرده گریزانده است. باز کمی پریشان خاطر هم هست. باید به او کمک کنیم. میفهمی؟
شاید او را به بیمارخانه کسلی های روحی بریم تا اینکه به دیگران ضرر نرساند. لیکن از یک طرف نگاه کنیم گویا که عقلش در جاش است. از کسی شبهه دارد. راست میگویی. من هم فکر میکنم که او را به بیمارخانه کسلی های روحی بریم. او بیماری روحی دارد. از همه شبهه میبرد. او را با عقل گمان کرده به او باور کردن خطاست. دیدی حتی از تو هم گمان بد میبرد. براستی از یک چیز حیرانم. چرا شما باوری دارید که او بیماری روحی دارد؟ بیچاره. کی میداند که با عقل او چی شده باشد؟ میلش. من از پی کارهای خود میشوم. با اجازه تو. این زنی دیوانه نقشه رو ویران میکند. باید یگان کار کنم. فکر کنی شیلا چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ فکر کنی شیلا. آی خدایا. آی. سنم انشالله خلاص یافته به خانهش و به مکتبش برمیگردد. انشالله. ایشیل 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 توبه خدایا به کجا رفته باشه؟ پسرم تو چی او رو حالا فکر کردی؟ هر وقتی که می اومدی او در خانه بود. نه باید اینها رو فکر میکردی. تلفنی کی زنگ میزند؟ ایشیل تلفنش رو فراموش کرده است. الو ایشیل سلام. تو کی هستی؟ به من ایشیل لازم. کی هستی میگویم؟ سلام فکرت. من شاموز. مرا در یاد داری؟ گوش کن لعنتی. باز یک بار به ایشیل زنگ زنی تو رو میکشم. فهمیدی؟ و یک روز زنی من است. میفهمی؟ چیکار میکنی در اینجا؟ گمسان چیکار میکنی؟ او را به حال ساز. من با او خانه دار شدن میخوام. فهمیدی؟ ایشیل تو حال هم با او گپ میزده ای. ایشیل تو در کجایی؟ پسرم گفتم لیکن گپی مرا گوش نکردی. زنی که نمیشناسی نمیدونی در روزی اولی خانه دار شدی اتون این خیل باشد. بس کنه مادر. فکرت به خود بیا. هیچ کس ندید همینطور؟ ندید. هنوز جمیله را جدی قبول نکردند. میدانی چه؟ این زن باید نیست شود. من میترسم که سرما به او باور میکند. انا این را گرفته به داروی جمیله آمیخته میکنی. فهمیده؟ این جنایت است تیمور. این چیزی را نمیکشد. تنها دیوانه میکند. دیوانه بود دیوانه تر میشود. معلش. بعد جای او دیوانه خانه. تو هم وعده‌ات رو اجرا میکنی؟ غم نخور. پول بر حسابات گذرانده شده است. اینقدر پول رو چیکار میکنی؟ این کاری من است. شوهر نوا در کجاست؟ در مرافعه خواهرش. خدا نگهبانت. خدا نگهبانت باشد خواهرم. برای کدام گناه در اینجایی؟ من بیگناهم. تو من لیلا این گپ مشهور این مکان است. به خدا من بیگناهم.
آفرین بر تو. اون پلیس رو تو پروندی. من بگناهم. ای خفشین دوستتر بس است. دروغی بس است. از افتش تو رو خوب نمیشناختم. حاضر میبینی این چی زوریگری لعنتی؟ ای مرا گوش کن. حوزی رفته همش رو میگوی. فهمیدی؟ بس کنید زرینه دختر رو کرده. نامی من زلیخا. سنم. ایشیل تو چرا این کارو با من کردی؟ چی توانستی؟ تو در کجا بودند را باید با من اثبات کنی. خانم همشیره اپای جمیله در کدام اتاق در خواب آخری است؟ کلیدار از طرف چپ. تشکر. هیچ گپ نه. فکرت؟ زودتر. چی شد با او؟ من همسرش با او چی شد آخر؟ او با صدمات دچار شده است. شد. فهمیدم. دخترم از بیمارخانه زنگ زدند. فکرت صدمه کرده است. احوالش خیلی وزنین میگویند. بیا رفتیم دخترم. نه مادر، خواهید شما روید، لیکن من نمیروم. کودکان رو هم نمیگذارم که روند. دختر جوانم. التماس مادر، نمیروم. میلش فهمیدم. یعقوب در کجا است؟ با معلم رویا به کجای رفتند؟ میلش این خیلی باشد من میروم. با پدرم چی شده است؟ هیچ چیز نه، هیچ چیز. احوالش خیلی وزنین است. باید همه دعا کنیم. بیهوش شده است. نمیدانم زنده میموند یا نه. خواستت شد هاشیم. من به تو چند مراتبه گفتم. چند مراتبه این پولهای حرامی تو از بینیامون میبراید گفته بودم. از فرزندهایم میبراید گفته بودم. گوش نکردی هاشیم. اکنون یک فرزند در حبس، دیگرش در راه مرگ است. هنوز چشمت نمیبیند هاشیم. هنوز نمیفهمی خدا باز به تو چی تا نشان دهد. باز چی رو به تو نشان دهد که تو به خود بیایی هاشیم. شد صدیقه شد. فکر میکنی دل من نمیسوزد؟ شد. اینقدر عذابم را دید. این رو دان. اگر به پسرم یگان حادثه شود قسم میخورم من تو رو زنده نمیمونم. میفهمی؟ زنده نمیمونم هاشیم. با خدا قسم میخورم که زنده نمیگذارم تو رو. نمیگذارم. آرام شو هاشیم، آرام شو. با این راه کار حل نمیشود. دعا کنیم انشالله صحت میشود. من بیگناهم. هیچ کس رو نکشتم. میفهمید بیگناهم. اما هیچ کس به من باور نمیکند. من به تو باور میکنم معلمه. کس را از چشمش میفهمند دروغ میگوید یا نه. تو دروغ نمیگویی. تشکر. مرا هم وقتی که به این مکان آوردند
مثل تو خیلی داد و فیغان کردم. داد زدم که یگان گناه ندارم. من تو رو خیلی خوب میفهمم. 4 سال باز در حبس نشستم، تماما بیگناه. خیلی داد زدم، فیغان کردم، سرم را به دیوار زدم. هیچ کس به من باور نکرد. بیگناهیم را اثبات کرده نتوانستم. من دردی بیگناه در حبس نشستن را میدانم. اول کس را دیوانه میکند، بعد قهر، بعد به غضب میآورد. من هم به کسی که مرا به اینجا شنانده است چنان نفرت دارم که اگر او را بینم میکشم. بچه ها نمی آید. کاش می آمدند. علیا آمدن نخواست. وای هم حق است. او رو خیلی رنجان. لیکن اگر به بیسرم یکان چی شود نمیدونم چی کار میکنم. صدیقه این خیلی چیزها را فکر نکن. چی خبر؟ این چی حوال است؟ برای چی صدمه کرده است؟ نمیدونم. شاید از یگان چیز خبردار شده است. خطاگی های کرده از حد گذشت. لیکن شاید این خطاگی هایت به فایده ما باشد. جمیله را هم آرام کردن نتوانستی و گپ میزند. فکر میکنی آسان است؟ نمیبینی مگر همه در اینجا؟ با دقت باش، سرما به تو نگاه میکند. احوال فکرت چطور است سرما؟ صحت میشود؟ با من بگویید ایشیل را از کجا میشناسید؟ بله میشناسم. یک عائله را ویران کرده است. شاید حق نداشتم لیکن طاقت کرده نتوانستم. آخر ببین این زن با عائله‌تان چیکار کرده است؟ بی‌حیا. میفهمم شاید کار نادرست میکنم، لیکن اکنون عائله شما عائله من هم است. و این بی‌ناموسی چشم پوشیده نتوانستم. میفهمم. عمر پسرم التماس آخر گپ زن. فکرت چه خیل است؟ او صحت می شود؟ حالت چه خیل است؟ ببخشید، احوالش خیلی وزنین است. هنوز یگان پیشروی نیست. در اینجا نیستید. من در نزدش می شوم. شما رفته دم گیرید. یگانه چیزی که شما می توانید این دعا کردن است. یگان خبر شود به شما خبر می رسونم. من به هیچ کجا نمی روم، در همینجا می ایستم. من شما را تا خانه برم. بای، من به خانه نمی روم. در اینجا می مانم. شما روید. عمر در اینجا است دخترم. یگان چیز شود خبر می دهم. مجبور نکنید مادر جان. من در اینجا می مانم. شما روید. مایلش ما می رویم. رفتیم. فکرت چه حال دارد عمر؟ یگان دیگرگونی هست؟ نه سرما، یگان دیگرگونی نیست. آخر هنوز جوان است. از خدا امید کنده نمی شود سرما. هنوز اینها رو فکر کردن بر وقت است. سلام علیکم دخترها. و علیکم سلام مامک قربان. و علیکم سلام مامک قربان. مرحمت مامک، گذشته شنید؟ گل به بلبل، بلبل به گل گفت. گل نخندیده رفت. گل به بلبل، بلبل به گل یار نشده رفت. بلبل و گل یک خیل در دارند. یک کتاب یافتم، یک شعر دیدم. در شعر بهاری را دیدم که برایم افسانه بود. در بهار گویا دنیای بی آخر را دیده باشم. در این دنیای بی آخر بلبل و گل در عذاب و عقوبتی کشیدهشان خندیدنشان را دیدم. برای عذابی کشیده گل و بلبل خیلی خرسند شدم.
به عذاب‌های کشیده طاقت کرده، رنج‌ها را پسی سر کرده. همین خیلی عشق بی آخی را دیدن میخواستم. این شعر را شما گوش کردن میخواهید؟ البته خونه دمک قربان. زهی عشق کی ما راست خدایا. چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چو خورشید. چه پنهان و چه برهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه زهی باده همراه که مرجان و جهان را بیاراست خدایا. آقای عمر چی شد همشیره؟ زود بیاید، آقای فکرت رو احوالش بد شد. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشه، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلمی مهراب. روزهای نزدیک هم صدا پیشنهاد می کند. باری اول در توجیکستان عضوانی بهترین گروه حجوی میانی بهترین گروه های حجوی کخی борбат 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косао биёр. очай бика ва зика кайфулову мастуло арабшо компания так точно. рови маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова. озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид, суруди ҳаҷвӣ, саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз толор сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ВАЗ 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд, соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд, сифати паст дошта, қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.